محدودیت صفر. نوشته جو وایتانی، دکتر ایهالیا کالاهولن، ترجمه مژگان جمالی. گوینده شعله بیگدلی. جهان هستی زمانی آغاز شد که هیچ خود را در آینه دید. تور نورتراندرز، توهم کاربر. آغاز ماجراجویی. بر شما باد آرامش، تمام آرامش من در آگوست سال 2004 در غرفه‌ای که در گردهمایی سالانه انجمن ملی هیپنوتیزم برپا شده بود کار می‌کردم. از گفتگو با مردم، خود گردهمایی، انرژی و تبادل اطلاعات جاری در آن لذت می‌بردم. اما از اتفاقی که آن روز سرآغازش بود، از معجزه‌ای که زندگیم را زیر و رو کرد، بیخبر بودم. دوستم مارک راین با من در غرفه کار میکرد. او یک هیپنوتراپیست است و بسیار روشنفکر، کنجکاو، دارای فن بیان خوب در کاوش زندگی و اسرار بیشمار آن. از قدرت تحلیل بسیار بالایی برخوردار است. ما اغلب ساعتها به گفتگو می‌نشینیم. از قهرمان‌هایمان در درمانگری می‌گوییم. از میلتون اریکسون تا روحانی‌های نچندان معروف. در لابلای یکی از همین گپ و گفت‌ها، مارک با پرسیدن آن سوال غافلگیرم کرد. او پرسید: تا حالا چیزی در مورد درمانگری که بدون اینکه مردم را ببیند شفایشان میداده چیزی شنیده‌ای؟ یکی خوردم. من از روح درمانی و درمان از راه دور چیزهایی شنیده بودم. اما به نظر می آمد که مارک دارد از چیز دیگری صحبت می کند. روانشناسی که می گویند یک بخش از مجرمهای روانی را شفا داده بدون اینکه حتی یکی از آنها را ببیند. چطور این کار را کرده؟ ظاهراً از روش شفادهی بومی‌های هاوایی که اسمش هوئوپونوپونوست استفاده می کرده. پرسیدم: هو؟ چی؟ چندین بار از مارک خواستم تا آن کلمه را تکرار کند. تا آن زمان چنین واژه‌ای به گوشم نخورده بود. مارک چیز زیادی از ماجرای آن شفا با نحوه انجام آن نمی‌دانست. اعتراف می‌کنم که کنجکاو بودم بیشتر بدانم. این را هم بگویم که باورش کمی برایم سخت بود. فکر می‌کردم بیشتر شبیه افسانه‌های بومی است تا واقعیت. شفا دادن مردم بدون دیدن آنها افسانه است. مارک حرفایش را با داستانی ادامه داد. او گفت 16 سال در جستجوی خودم در کوه شاستا در کالیفرنیا زندگی می‌کردم. در آنجا دوستی به من دفترچه‌ای داد که هرگز فراموشش نمی‌کنم. کاغذهای سفید با نوشته‌های آبی. مقاله‌ای در مورد این شفاگر هاواییایی و روش منحصر به فرد او. برای سالها بارها و بارها آن مقاله را خواندم. مقاله توضیح دقیقی درباره کاری که آن شفاگر انجام داده بود نمیداد. فقط میگفت که او با روشش مردم را شفا میداد. پرسیدم مقاله الان کجاست؟ میخواستم آن را بخوانم. مارک گفت هرچه میگردم نمیتوانم پیدایش کنم، اما انگار چیزی در درونم به من گفت که در موردش با تو صحبت کنم. میدانم که حرفهایم را باور نمی کنی، اما من هم به اندازه تو شگفت زدم. من هم میخواهم از او بیشتر بدانم. 1 سال از گفتگوی من و مارک گذشت. من در طول این ماه‌ها به طور پراکنده در اینترنت به دنبال رد پای درمانگر اسرارآمیز گشتم. مسلماً مطالب زیادی در مورد درمان از راه دور بود، اما میدانستم که روش هاوایی‌ها اینطور نیست. گویی مقرر بود بفهمم که در این نوع از شفادهی
فاصله این نیست و مهمتر و بالاتر از همه این که من طرز نوشتن واژه هوئوپونوپونو را نمیدانستم. چطور میتوانستم در اینترنت دنبالش بگردم؟ پس رهایش کردم. اما مارک در گردهمایی بعدی هیپنوتیزم در سال 2005 دوباره موضوع آن درمانگر را مطرح کرد. من به او گفتم نه اسمش را میدانم نه نوشتنش را بلدم. نتوانستم چیزی راجع به آن پیدا کنم. مارک خیلی خوب از پس موقعیت‌های جدید برمی آید. پس پیشنهاد داد که هر دو کارهایمان را کنار بگذاریم. لپتاپ را درآوردیم، به اینترنت وایرلس وصل شدیم و شروع به جستجو کردیم. طولی نکشید که سایت اصلی هوئوپونوپونو را پیدا کردیم. من کمی بیشتر جستجو کردم و چند مقاله هم یافتم. آن مقالات به من شمه‌ای از آنچه می‌خواستیم واردش بشویم داد. تعریفی نیز از هوئوپونوپونو پیدا کردیم که میگفت هوئوپونوپونو فرایندی است برای رها کردن انرژی‌های سمی درون تا بتوانید تأثیر افکار، گفتار، اعمال و فعالیت‌های الهی را ببینید. اصلا منظورش را نمی‌فهمیدم. پس بیشتر جستجو کردم و به این مطلب برخوردم. هوئوپونوپونو به زبان ساده یعنی اصلاح و تصحیح غلط. بر اساس باور یونانیان باستان، افکار به وسیله خاطرات دردناک گذشته آلوده می شوند. هوئوپونوپونو راهی است برای آزاد کردن انرژی افکار و اشتباهات دردناکی که منجر به عدم تعادل و بیماری می شوند. بله، جالب است، اما این دقیقاً یعنی چه؟ همچنان که در سایت در جستجوی اطلاعات در مورد روانشناس و اسرارآمیزی بودم که افراد را بدون دیدن آنها شفا می‌داد، دریافتم که شکلی از هوئوپونوپونو وجود دارد که هویت سازی از طریق هوئوپونوپونو یا SITH نامیده می شود. سعی نمی کردم وانمود کنم که از این روش سر در می آورم. مارک هم همینطور. پس با همکاری هم به کاوش ادامه دادیم. لپتاپمان مانند اسبی بود که با آن در این سرزمین وحشی میتاختیم و در جستجوی جوابها پشت سر هم تایپ میکردیم. در این بین به مقاله‌ای برخوردیم که مسئله را برایمان کمی باز کرد. هویت سازی از طریق هوئوپونوپونو. ما به طور 100% مسئول مشکلات مراجعه کنندگانمان هستیم. نوشته دکتر ایهالیا کالاهولن و چارلز براون. در روش‌های سنتی حل مسئله و شفادهی، درمانگر کار خود را با این رویکرد آغاز می‌کند که منبع مشکل در وجود مراجعه کننده است، نه در وجود درمانگر. او معتقد است که وظیفه‌اش این است که به مراجعه کننده در حل مشکلش یاری رساند. آیا ممکن است این دیدگاه حرفه شفادهی را به بنبست کشانده باشد؟ یک درمانگر برای اینکه در حل مسئله مفید واقع شود باید مشتاق باشد تا تمامی مسئولیت خیش را در به وجود آمدن مشکل به گردن بگیرد. این بدان معناست که باید بپذیرد که ریشه اصلی مشکل وجود افکار غلط در خود اوست، نه در فرد مراجعه کننده. به نظر می آید که درمانگرها متوجه نیستند که هر بار که مشکلی پیش می آید خودشان هم آنجا حضور دارند. وقتی درمانگر خودش را به طور 100% مسئول به وجود آمدن مشکل بداند، خود را مسئول تمام و کمال حل آن نیز خواهد دانست. او با استفاده از روش بروز شده هوئوپونوپونو که توالی از توبه، بخشش و کیمیاگری است و توسط کاهونا یا عارفی که از قدرت شفادهی برخوردار است ابداع شده. این کاهن نالاماکو سیمئون است و او معتقد است که میتواند افکار غلطی را که در وجود خودش و فرد مراجعه کننده وجود دارد به کیمیای افکار مملو از عشق بدل کند. اشک در چشمانش موج میزند. چالهای عمیق اطراف لبهایش را احاطه کرده. سینشیا به نرمی آهی میکشد و میگوید نگران پسرم هستم. دوباره به سراغ مواد مخدر رفته. همچنان که او داستان دردناکش را بازگو میکند، شروع میکنم به پاک کردن افکار غلطی که در من است و به صورت مشکل در او پدیدار شده.
همچنان که افکار غلط در وجود درمانگر، خانواده، اقوام و اجداد او با افکار دوست داشتنی جایگزین می شود، در افکار شخص مراجعه کننده، خانواده، اقوام و اجداد او نیز دگرگونی حاصل می شود. روش بروز شده هوپونوپونو فرصتی برای درمانگر فراهم می کند تا بتواند از طریق ارتباط مستقیم با منبع مادر که قدرت کیمیاگری افکار باطل را به عشق داراست شفا ببخشد. ناگهان چشمهایش خشک می شوند، چالهای عمیق صورتش سطحی تر می شود. او لبخندی می زند و خورشید آرامش در صورتش طلوع می کند. می گوید نمیدانم چرا ولی حالا احساس بهتری دارم. من هم نمیدانم. جدی می گوید. زندگی یک راز سربسته است جز روح الهی که به همه چیز آگاه است. من به همین بسنده می کنم و از عشق که تمام موهبت ها از سوی او جاری است قدردانی می کنم. در حل مسئله به روش هوپونوپونو درمانگر ابتدا هویت و ذهن خود را میگیرد و آن را با منبع مادر، چیزی که دیگران عشق یا خدا میخوانند، ارتباط میدهد. وقتی ارتباط برقرار شد، درمانگر از عشق درخواست میکند تا افکار غلطی را که در درون خود اوست و نخست به صورت مشکل خودش و بعد مشکل در فرد مراجعه کننده نمود پیدا کرده اصلاح کند. این در واقع فرایند توبه و درخواست بخشایش از طرف درمانگر به سوی روح الهی است. لطفاً مرا به خاطر افکار غلطی که در درونم دارم و باعث ایجاد مشکل نه تنها برای من بلکه برای مراجعه کننده‌ام شده ببخش. روح الهی در جواب توبه و درخواست بخشش درمانگر فرایند اسرارآمیز کیمیاگری افکار باطل را آغاز می‌کند. طی این ارتباط روحی، روح الهی ابتدا احساسات منفی را که منشأ مشکل بودند خنثی می‌کند. این احساسات می‌تواند انزجار، ترس، عصبانیت، سرزنش یا سردرگمی باشد. سپس روح الهی انرژی‌های خنثی شده این افکار را آزاد می‌کند تا فکر خالی، صفر به معنای واقعی کلمه آزاد و رها شود. حالا که فکر خالی و آزاده است، عشق الهی خود را در آنها می‌دمد. در نتیجه شفاگر نو می‌شود و عشق او تصفیه. آموزش درمانگری به روش هوپونوپونو با یک سخنرانی رایگان 2 ساعته آغاز می‌شود. در این سخنرانی حضار با این مسئله که چطور افکار درون آنها به صورت مشکلات جسمی، روحی، روانی و عاطفی، ارتباطی و مالی در زندگی خودشان و خانواده‌هایشان، اقوام و اجدادشان، همسایگان، دوستان و آشنایانشان بروز می‌کند، آشنا می‌شوند. ما در دوره‌های آموزشی خود به افراد می‌آموزیم که مشکل چیست، دقیقاً در کجاست و آنها چطور می‌توانند با استفاده از بیش از 25 فرایند حل مسئله مشکلات گوناگون را حل نموده و از خود بهتر مراقبت کنند. تأکید اصلی این آموزش‌ها بر اساس پذیرش 100% مسئولیت اتفاقات زندگی و حل آنها توسط خود فرد است. اجاز فرایند بروز شده هوپونوپونو این است که شما در هر لحظه نگاه جدیدی به خود خواهید افکند و هر بار که این روش را به کار میبرید معجزه تازگی آفرین عشق را تجلیل خواهید نمود. من با این بینش زندگی کرده و با دیگران تعامل میکنم. دنیای بیرون من انعکاس افکار درون من است. اگر افکارم منفی باشد، واقعیت بیرونیم نیز منفی می شود. اگر افکارم بی عیب و نقص باشد، واقعیتی مملو از عشق خلق خواهم کرد. من مسئولیت خلق دنیای بیرونم را بر عهده دارم. من به طور 100% مسئول اصلاح افکار منفی هستم، افکاری که در من واقعیت بیمارگونه را خلق می کند. چیزی به عنوان بیرون وجود ندارد. همه چیز در درون من است. من و مارک مقاله را خواندیم. برای من سوال بود که شفاگری که ما به دنبالش میگشتیم کدام یک بود؟ چارلز براون یا دکتر هیلن؟ نمیدانستیم و نمیتوانستیم حدس بزنیم. اصلا این مورنا که مقاله از او سخن میگوید کیست؟
این هویت سازی از طریق هوپونوپونو یعنی چه؟ پس به خواندن ادامه دادیم. چند مقاله دیگر پیدا کردیم که مشعل راهمان شد. به جملات افشا کننده‌ای برخوردیم. هوپونوپونو مشکلات را معضل نمی‌داند، بلکه آنها را فرصت قلمداد می‌کند. مشکلات فقط تکرار خاطرات گذشته‌اند که به ما فرصت دیگری می‌دهند تا عاشقانه بنگریم و بر اساس الهامات قلبیمان عمل کنیم. واقعاً کنجکاو شده بودم، اما اصلاً سر در نمی‌آوردم. یعنی چه که مشکلات تکرار خاطرات گذشته هستند؟ این دو نویسنده سعی داشتند چه چیزی را بازگو کنند. این هوپونوپونو چطور به درمانگر کمک میکرد تا مردم را شفا دهد؟ اصلا این درمانگر که بود؟ مقاله دیگری هم پیدا کردم. این مقاله توسط گزارشگری به نام داریل سیفورد نوشته شده بود که در آن از ملاقات با خالق روش هوپونوپونو میگفت. اسم او مورنا بود. مورنا یک روحانی یا یک محرم اسرار بود. کاری که این مورنا برای شفای مردم انجام میداد این بود که از طریق قداستی که در درون هر انسان است، انسانی که جلوه‌ای از نور خداست، از خالق مقدس درخواست شفا میکرد. شاید شما معنای این حرفها رو درک کنید، اما من در آن زمان اصلاً متوجه نمیشدم. مارک هم همینطور. مشخص است که مورنا کلمه هایی را که مثل دعا بودند بر زبان می آورد و با آن مردم را شفا می داد. من پیدا کردن آن دعا را در لیست کارهایم قرار دادم، اما حال عازم مأموریت مهمتری بودم: پیدا کردن درمانگر اسرارآمیز و آموختن روش سری او. اشتیاقم برای بیشتر دانستن درباره این درمانگر روحانی و دیدار با او روز به روز بیشتر می شد. با اینکه من و مارک باید به غرفه های من در گرد همایی باز می گشتیم، با آنجا بر نگشتیم تا اینکه بتوانیم به کاوشمان ادامه دهیم. بر اساس مقالات و اطلاعات موجود در وبسایت به این نتیجه رسیدیم که نام درمانگری که در جستجویش بودیم ایهالیا کالا هیولن است. عجب اسمی. حتی نمی توانستیم اسمش را تلفظ کنیم، چه رسد به نوشتنش. نمیدانستیم چطور باید او را پیدا کنیم. در وبسایت هیچ اطلاعاتی درباره‌اش نبود. من و مارک سعی کردیم محل او را از طریق جستجو در اینترنت پیدا کنیم، اما این نیز بیفایده بود. کم کم داشتیم به این نتیجه می رسیدیم که درمانگر خارق‌العاده یا موجودی خیالی است یا بازنشسته شده و یا از دنیا رفته است. پس لپتاپ را خاموش کردیم و دوباره به گرد همایی رفتیم، غافل از اینکه ماجرای من تازه شروع شده.